سامانه چینی ونگی یعنی موج آزاد با امضای جنگ شینیان در پی نظرپرسی سازمان‌های مستقل آخر ماه ایون با نشر مطلب نوشته است که در تاجیکستان 14,000 فاحشه 200 فاحشه خانه فعالیت می‌برد. بنا به معلومات رسانه‌ها، مأموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شمار زنان به اصطلاح رسمی بداخلاق را سال 2018 بیش از 6,000 نفر حساب کرده بودند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای مأموری تعیین شده است و بر اساس بند 130 کادکس حقوق ویرانکنی مأموری زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سامانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت 1 سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند. در نشست خبری رئیس کمیته کار با زنان تاجیکستان نیز این موضوع مطرح شده و در مورد نرخنامه این نوع خدمترسانی نیز ابراز نظر شده است. در یک جایگی با وزارت کارهای داخلی وقتی که ریدهای مشترک می شود ما همراه آنها صحبت می کنیم. برای آنها جای کار پیشنهاد می کنیم. ولی متاسفانه ما وقتی که مراجعت می کنیم مثلا معاش 400 سومانی متاسفانه می گویند که این 400 سومانی را من در یک روز پیدا کردم میتونم. همچنین در ادامه گزارش خود این روزنامه‌نگار چینی تاجیکستان را برای کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهایش که چین نیز به آن داخل می‌شوند به عنوان مکان سکس سیاحت معرفی کرده است. در دایره کارشناسی تاجیک نیز نشر چنین مقاله‌ها از جانب کشوری همسایه و سرمایه‌گذار که تقریباً 40% قرض‌های بیرونی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد با برخورد گوناگون دچار می‌شود. چینی ها یک چیز اگر مبلغ گذاری کنن حتما باید کارکنان خودشان بیارن. این هم یک نمونه همون پروپاگاندا هست، یک پروپاگاندایی نسبت اونها. این در حالی است که حالا هزارها کارگران چینی در شرکت‌های کندنی کوهی و کارخانه‌های صنعتی کار می‌کنند. شمار کمی آنها با عائله‌هایشان آمدند و برخی از آنها توانستند با بانوان تاجیک ازدواج کنند. نادره خواجه و یک ساکن شهر خوجند طول 10 سال است که با لیو تسون مرد 60 ساله چینی تبار زندگی می‌کند و از عائله یکجای 3 فرزند دارد. لیو پس از آنکه همسر اولش وفات می‌کند سال 2006 به شرکت راهسازی به کار می‌آید و با خانواده همسر تاجیکش شناس می‌شود. اینا رئیس بودن، دادم شفیوری رئیس بودن. گفتن که می‌خواد دخترم پنیتند من رفته بینم. اینا برفتم بینم چه زیگانی ها اویلاشون همشون طبیب اصلش تا مادرشون تا پدرشون اینها طبیبی جدو هم کنه همش جدو ناز میدانن دیکن که اشتا من هم دختره میگیرم همه طرف این مواد محبوب گفته من هم گفتم که خیلی آدم همه قیادم کرد و اگر من کس که نمیتونم گفتم. آنها پیش از آنکه عائله دار شوند لیو دین اسلام را قبول کرده و همراه به حج عمره رفتند. حالا با هم 3 گرمخانه را به اجاره گرفته برای کارگران چینی شرکت کوهی و صنعتی زرنسار سبزوات پرورش میکنند و با این زندگی خود را میگذرانند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تقریباً 30 زنی تاجیک با مردان چینی عائله برپا کردند، ولی معلوم نیست که چقدر زنان تاجیک با مردان چینی به طریق غیر قانونی عائله‌دار هستند یا مناسبت محرمانه دارند. هرچند چنین حالت‌ها از جانب مقامات انتظامی بارها آشکار شده است. فرزان محمدی، رادیوی آزادی.